سلام. بعضیا میگن اصلا خونه های قدیم زمان امیرالمومنین درب نداشته که موقع حمله با درب پهلوی حضرت بزنن. در جواب میگیم اولا در قرآن کلمه کلید اومده، کلید درب. ثانیا اینکه در تاریخ نوشته شده که خانه حضرت علی جنس چوبش از نخل خرما بود. ثالثا اینکه نوشته شده که حضرت دو درب خانه‌شو از چوب و مسمار یعنی میخ ساخت. نکته بعد اینه که در تاریخ مطالبی نقل شده که مشخص درب بوده نه پرده. مثلا میگن شکاف درب نگاه میکرد، درب شکسته شده، یا موقعی حمله دشمن در رو میبستن، یا نوشتن جنس چوب درب از نخل بود. برای توضیح بیشتر میتونید به کتاب رنجه های حضرت زهرا ترجمه آقای سپهری رجوع کنید و سلام. به موقع تشییع جنازه به پیرن مشکی میناز